با سلام، امید هستم. یکی از دیوارایی که براتون سکرم به اشتراک میذارم که امیدوارم از این بارم خوشتون میاد. میریم با هم دیوار رو ببینیم که اینجا ما مشاهده میکنیم بار جدید هست و این دوتا باری که ما باختیم به خاطر این بار بود که من در آن شرکت نکردم، چون این بارها آچیکوری من در حال ستاره خوردن بود و نمیتونست زیاد کار کنه و بخاطر همین دوتا بار رو شرکت نکردیم و ما باختیم. و این باری هست که نفر دوممون رو که به راحتی با لاوا بالون سه کردم که میریم الان مپ اون رو ببینیم. خب این مپ هستش که میبینیم کل آرچتاورا 11 و ویزاتاورا 7 و اردیپکس 7 و ایکس با 3 و ایکس با هم هوایی و آرچرکوین 14 و دوتا فوتک 5 که من با یه دونه بالون کستل حریفمون رو بیرون میکشم. میبینی توش دراگون هستش و با یه دونه آرچر، این 5 آرچر من به خاطر این بردم که گوشه ها برای خونه کارگری ها نگاه بکنید، به خاطر این هستش که بالونا سرعتش کمه و فکر نکنم به اونجا برسم. و این با آرچی کوین من دراگونو میکشم و بالونا رو به صورت خطی و لاوا، دو تا لاوا برای یه ریبکس و دو تا لاوا هم دوباره برای، چون نمیشه واقعا. راج ها رو رها میکنیم اینجا که میبینید شما و بالونا به بالونا سرعت میبخشیم که بالونا راحت میزنن اینا رو و که دوتا یه سرعت هم برای من مونده که این سرعت رو اینجا میندازم و نگاه کنیم من اینجا سلاح زیاد مونده بخاطر پرت کردن هستیم برواکی و بیبی دراگونم اونجا میندازم که حواس آرچرتورا و ویزارتورا رو پرت کنم که میذارم و آرچرها رو برای گوشه ها همونجور که میبینید و زمین که مینیمم بالانا دارن میزنن که نگاه کنیم به راحتی مپو جمع کردم که میبینید. خب امیدوارم از این بار خوشتون اومده باشه که با ترکیب 3 تا لاوا و یه لاوا در کستل و 23 تا بالون و 5 تا آرچر و یه دونه آرچر کوین و یه دونه بیبی دراگ و دو تا سرعت و 4 تا راج مپو براتون سه کردم که میریم بار بعدی رو هم که ببینیم که این بار سختری هستش. مپ حریف ما نسبت به این نفر دومی سخت‌تر هستش که می‌بینیم. خب این وار هستش که می‌بینیم مپ بسیار سختی داره و دیفنس ها هفت و کل همه چیز مکس و ما یه دونه بارون این کسل عریفمون رو بیرون کشیم که یه دونه تسلا اینجا بود که می‌بینی این 5 آرچر دوباره برای گوشه ها که ما یه دونه آرچر اینو به بیرون میارم و به طرف گوشه و با آرچر کوین اینو از بین میبرم. دراگونو با هم دیگه میبینیم ما که با آرچر کوین به راحتی دراگون از بین میبریم و به راحتی و بالون ها رو به صورت خطی از این بر و دوتا لاوا برای این اردیفنس و دوتا لاوا هم برای این اردیفنس رها میکنیم که میبینیم که با انداختن راچ ها با اونا سرعت میبخشیم و فوتکان ها کنیم که اینا اذیت میکنن، ولی چون شما برای بالوناتون راج زدین مشکل ایجاد نمیکنه، چون با سرعت بخشیدن اونها هیچ اتفاقی نمیفته. و نگاه کنیم بیشتر اکثر بالون ها من جونشو کم هست و این نگاه بکنیم تعداد کمی بالون برای من مونده. من فکرم 2 تا ما بربکنی آرچه بخشید این بیبی دراگو اونجا انداختم که به راحتی حواس اونا رو پرت کنم و
مپو جمع کنم که من براتون سر دور 4 میذارمش که بربک این گوشه و بیبی دراگون آرچه کنم، از این طرف این گوشه و این لاوا هم که مشغول زدنی هستش که میبینیم و این مپ هم به راحتی 3 شد که با ترکیب 3 تا لاوا و 23 تا بالون 5 تا آرچه کنیم و به بربکینگ و بیبی دراگ و 4 تا راج و 2 تا سرعت و 1 کسل لاوا 3 کردیم. که الان میبینیم. خب امیدوارم که از این بارم خوشتون اومده باشه که بار بسیار جالبی بود، باری که همه فکر میکنن سخت است، ولی من زمین خودم که بهتون پیشنهاد داده بودم که نگاه کنین نفر سوم اینا لول 135 هستش. 135 یعنی تجربه بسیار زیادی داره در اتک زدن و اینو که نگاه کنین تجربهش انقدر کم بوده که منو 2 کرده، ولی من با لولم اگه نگاه کنین من لولم بکنم 90 خورده ای باشه میتونم اونا رو سک کنم که نفر سوم رو سک کردم، ولی اون منو 2 کرده که نگاه کنین چه زمین خوبی هستش که بهتون دروغ نمیگم واقعا که این زمین رو بچینین. که الان داریم میریم با هم یه زمین رو ببینیم که الان یه ذره اینترنت ما کند هستش. این زمین است که نگاه کنیم با 14 تا والکیر و 2 تا گالم و 12 تا ویزارد و 4 تا زلزله که این مپ ما رو باز میکنه، میخواد ما رو بزنه و 88% از مپ ما رو زده که نگاه کنیم کسل من به راحتی بیرون نمیاد و وقتی گالم ها وارد میشن کسل من نمیاد بیرون و وقتی والکریا رها میشن میاد بیرون و والکریا یا حریف منو در واقع نابود میکنن و چیز از اونا بازی باقی نمیمونه که الان نگاه کنین یه گالم برای این نکنین کسل من بیرون نمیاد و این ویزار یه به صورت خطی میریزه که اگه خوب دقت کنین نگاه کنین که والکریاشو جا رها میکنه و نگاه کنین حالا کسل من میاد بیرون که این دوستمون جون نمیزنه و این 2 تا بالون من چون قدرت ضربه بسیار زیادی دارن میتونم به راحتی والکری رو همین الان نگاه کنین اسپل راجشو هم تا الکی حروم که و برای هیچی انداخت چون هیچ آدمی اینجا نبود که میبینیم و تماشا میکنیم که نگاه کنین یه دونه بالون من تازه زنده هستش و ویزارهای حرفمون در حال جاین بوم نابود شدن و 2 تا به راحتی زدن و این والکری حرفم که باقی مونده و نگاه میکنیم و یه گالم که بسیار از تسلا من باقی مونده که ممکنه نابود کنن همونطور میبینیم و این سر 2 براتون میذارم که نگاه کنیم. آرچه کوین بیشتر وسیله ها رو میزنه. آرچه کوینش لول 8 لول 135 واقعا براش متاسفم که چه پیشرفتی کرده و نگاه کنیم که توپ من آرچه کوین رو میکشه و قاعدتا یه دونه آرچه کوین نمیتونه این همه چیزو بزنه و نگاه میکنیم به راحتی این مپو 2 کرده با این ترکیب بسیار سنگین که حداقل 3000 تا نفت میخواد. خب امیدوارم که از این بارم که براتون اشتراک میدم خوشتون باشه، لطفا نظر بدید و امتحان بکنید. من بازم بهتون تاکید میکنم که از والکری و هوگ استفاده نکنید که اینا به درد اتک اصلا نمیخورن و قدرت ضربه بسیار کمی داره هوگ و اگه 20 تاشو با هم دیگه نبریم به درد نمیخوره و 20 تاش اگه بشه 15 تا یه سلاح نمیشه نابود کنه. من قبلا با هوگ میزدم همیشه 1 میکردم ولی الان نه، اگه که با هوگ میزنه واقعا اینجا استاد کلش هستش که خیلی خوب میزنه و اگه با والکری بتونی سه کنی واقعا خیلی آدم مهارت میخواد چون والکری واقعا سخته، اصلا نمیشه قدرت ضربه زیادی داره ولی به خاطر جونی که میخواد اسپل جونای ما
زیاد نیست، 5 تا بیشتر نیست تو تان 11 اینا. یه اونجاست قدرت ضربه سلاح هم بالاست و اونا نابود میشن که نمیتونن اجازه بدن و از این ترکیب استفاده کنیم که حتما جواب میده. خب امیدوارم که از این بارم خوشتون باشه. قربون همه ایرانی عزیزم برم. فعلا خداحافظ.